و حالا اسطوره نامبر وان فوتبال میاد تا مدالشو بگیره و بره برای لمس جام قهرمانی. اولین جام قهرمانی تاریخ اینتر میامی در دنیای فوتبال تو دستای لئو مسی به نظر میرسه بالا برده خواهد شد. جام 10 کیلوگرمی که حالا انقدر سنگینه که از بقیه هم به نظر میرسه کمک میخواد برای بالا بردنش. لیونل مسی آماده برای یه لحظه ماندگار دیگه در دنیای فوتبال او و تمام. لیونل مسی با عبور از دنی آلوز با 44 قهرمانی به پر افتخارترین بازیکن تاریخ تبدیل شد. اولین جام قهرمانی اینتر میامی لیونل مسی در راه رسیدن بهش مأموریت او انجام داد و این جشن قهرمانیشونه. یه لحظه ماندگار دیگه داشتن این مسی آرزوی خیلی هاست و اینتر میامی حالا او رو داره تا موفقیت ها رو درو کنه. این اولیش در راه اینکه فوتبال تبدیل به ورزش اول امریکایی ها بشه. لیونل مسی اعتراف میکنم که تو این فوتبال از پس نخواستنت بر نمیام. مثل کودکی رویاشو، مثل پرنده‌ای که بالاشو، یا عاشقی که معشوقشو دوست داره. سخت میخوامت ای عشق بی تکرار دنیای فوتبال. لیونل مسی فوتبال تموم نشه. وای خدا وای خدا، اینجوری ما رو امتحان نکن. آخه ببخشید بغض نمیذاره بقیه‌شو بگم. این باید باشه تا ما از فوتبال لذت ببریم. دوباره میبینیم هنرنماییشو. اصلا یه وقتایی اینقدر از حرف زدن در وصف ذوق دارم که حرفام یادم میره. لئو مسی مثل الان اصلا چی میخواستم بگم؟ ای کاش عشق و زبون سخن بود. لئو مسی